تعداد قربانیان ترما در تاجیکستان به 15 نفر رسید. تسلیتی پیمان ملی تاجیکستان به خانواده‌های قربانیان از فرآمدن ترما و کل مردم بدخشان. در فرودگاه بین المللی خوجند برای استقبال و گسیل‌ها به تالار انتظاری راه گشاده شد. پارلمان اروپا از حکومت گرجستان طلب کرد که ساکاشویلی را از زندان آزاد کند. ترماهای مرگبار در شهر خاروخ، ناحیه ونج و مسیر دوشنبه خوجند قربانی و خرابی‌های زیاد در پی داشت. به گفته امید یوسفی، رهبر دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده، در عموم تعداد هلاک شده ها بر اثر ترمافرایی روز 15 فوریه به 15 نفر رسید. بنا به معلومات به رسانه‌ها ارائه کرده یوسفی، بر اثر ترمه‌ریزی 14 نفر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان، 1 نفر در شاهراه دوشنبه ورزاب به هلاکت رسیده، 12 نفر جراحت‌های گوناگون برداشته‌اند. به اطلاع منبع، بر اثر فرآمدن ترما 4 بنای استقامتی و 5 انشاءات معیشی خراب شده، 35 بنای استقامتی قسماً آسیب دیده‌اند. همچنین ظهر دیروز در کیلومتر 65 شاهراه دوشنبه ورزاب در نتیجه فرآمدن ترما، راننده 47 ساله یکی از ماشین ها به هلاکت رسیده است. به گفته هواشناسان، خطر فرآمدن ترما تا 19 فوریه باقی میماند. قبلا کمیته خبر داده بود که بنابر گرم شدن روزهای اخیر و بارشات، خطر فرآمدن ترما در مناطق غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان، قطارگوهای حصار و همچنین در راه دوشنبه خاروخ، دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، خاروخ مرغاب، خاروخ اشکاشم باقی میماند. پیمان ملی تاجیکستان به خانواده‌های قربانیان از فرآمدن ترما و کلی مردم بدخشان تسلیت گفت. در تسلیتنامه، پیمان ملی تاجیکستان همدردی و تسلیت عمیق خود را به مردم بدخشان و خانواده‌های قربانیان برای تلفات جانی که بر اثر فرآمدن ترما در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ داد ابراز داشته، از خنک نظری و آماده نبودن مقامات به حالت‌های اضطراری اظهار نگرانی کرده است. در پیام تسلیتی گفته شده است که این حوادث دلخراش بار دیگر نشان داد که چاره‌های ایمنی و پیشگیری کننده از تلفات سنگین در نتیجه سقوط و سرازیر شدن بهمن در مناطق کوهستانی از جمله بدخشان دیده نشده است و بهای این خنک نظری مقامات را مردم عادی می‌پردازند. در آخر، پیمان ملی تاجیکستان خواستار هرچه زودتر شفایابی مجروحان شده به بازماندگان قربانیان بار دیگر صبر جمیل خواسته است. در فرودگاه بین المللی خوجند برای استقبال و گسیل مسافران به تالار انتظاری راه گشاده شد. قبلا در تالار انتظاری فرودگاه خوجند حضور افراد واخوری و گسیل منع بود. به گفته قربان علی مردان، دیرکتور گنرالی فرودگاه بین المللی خوجند، چنین تدبیرها با مقصد رعایت چاره‌های امنیتی و پاندمی کرونا ویروس، اینچنین انجام دادن کارها به تجدید و ساختمان ترمینال نو اندیشیده شده بودند. در نشست مطبوعاتی علی مردان گفت از ماه نوامبر سال گذشته دسترسی به اتاق انتظاری افرادی که پیشواز میگیرند یا گسیل میکنند باز شده است. با این در اتاق انتظاری بندر هوایی گذاشتن تجهیزات نو مساعدت کرده است. دیرکتور گنرالی فرودگاه بین المللی خوجند قید کرد که سال گذشته فرودگاه به مقدار رکوردی مسافران خدمت رسانیده است که به بیش از 910,973 نفر رسیده است. در مقایسه با همین دوره سال 2021 این رقم 537,274 مسافر افزایش یافته است. فرودگاه خوجند فعالیت خود را در سال 2022 با درآمد 139,524,500 سوم جنبست نموده، نسبت به سال 2021 این 86.9% زیاد می باشد. باید تذکر داد که قبلا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها افراد واخوری و گسیل کنندگان از آن شکایت می‌کردند که ماموران امنیتی فرودگاه اجازه ورود در تالار انتظاری را ندادند. در روزهای سردی، زمستان و تابستان گرم هر نفری که از فرودگاه دیدن می‌کرد در کوچه می‌ایستاد که باعث ناراضگی مردم شده بود.
پارلمان اروپا 15 فوریه با قبول یک قطعنامه از مقامات گرجستان دعوت کرد سابق رهبر زندانی این کشور میخائیل سااکاشویلی را آزاد کرده اجازت دهند که در خارج تبابت گیرد. وکیلان پارلمان اروپا همچنین تغییراتی را درباره ضرورت اعلام تحریم ضد سروزیر پیشین گرجستان بیتزینا ایوانیشویلی که هنوز هم قدرتمندترین سیاستمدار در آن کشور محسوب می شود جانبداری کردند. در قطعنامه گفته شده است که پشت تعقیب‌های سااکاشویلی اولیگارخ ایوانیشویلی می ایستد و او می‌خواهد از پرزیدنت پیشین گرجستان قصاص بگیرد. دادگاه شهر تفلیس گرجستان روز 6 فوریه به درخواست میخائیل سااکاشویلی درباره آزادی پیش از مهلت از زندان پاسخ رد داد. پیشتر وکیلان مدافع سااکاشویلی خبر داده بودند که وی در بخش احیا بستری است. جانبداران پرزیدنت پیشین میگویند او را در زندان زهرآلود کرده اند. سااکاشویلی را سال 2021 با گناه سوء استفاده از مقام به 6 سال زندان محکوم کردند. وضع صحتی سیاستمدار ماه می سال گذشته بد شد. وی از 12 می در بیمارخانه خصوصی بستری و همزمان در حبس است. اعضای خانواده و وکیلان مدافع سااکاشویلی تلاش دارند او را آزاد کرده برای معالجه به خارج برند. وکیلان مدافع گفتند سااکاشویلی قرار آخر دادگاه را حکم قتل نامیده است.